آیا مویلب را استاد با استوره گرفتن اجازت است؟ نه، کسی که مویله بشه میتراشه این کار نادرست میکنه. امام مالک گفتن که تراشیدن مویله بدعت است و تراشیدن مویله مصلح است. بله، مسئله حدیث احف الشوارب است، بعضی ها نادرست ترجمه کردن، مویلب ها رو تراش ترجمه کردن. حتی بعضی ترجمه کتابای صحیح ترجمه رو باید از الله تعالی ترسن. علل خصوص ترجمه قرآن و سنت آسان همین خیلی به لغتی که میدانه ترجمه نکنه، به شرح ها، به کتاب های لغت، به کتاب های تفسیر، به کتاب های شرح حدیث، به کتاب های غریبی حدیث باید انسان برگرده. احف الشوارب اگر تراشیدن مویلب میشد پیامبر صلی الله علیه و آله تراشید میگفتن، احفو گفتن. احفو یعنی پست کردن مویلب و مبالغه کردن در پست کردن. در مذهب امام ابو حنیفه مبالغه کردن سنت است، یعنی در پست کردن مویلب مبالغه کردن در کار، یعنی پست سخت پست کردن در کار، اما تراشیدن نه در مذهب ابو حنیفه هم. و در مذهب مالک نه میگن غافسی بلند ماند، چون که حضرت عمر اگر غضب کنن مویلباشون میتافتین چیه تاشه. این دلالت میده که مویلبی پست تافته نمیشه چیه تاشه. فهمیدید؟ مویلبی پست گوجوش میتاوید، وقتی غضبش میومد است مویلبای خیلی میتافتین. و حضرت عمر خلیفه راشد شخصیتی است که ما وظیفه دار هستیم که پیروی به سنت حضرت عمر کنید. بعد من به این دو موی سفید اقتدا کنید، ابوبکر و عمر. و اینشون در حدیث دیگر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ. بعد من سنت مرا مستحکم گیرید و سنت 4 خلفای راشدین را، ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین را. حضرت عمر مویلبی کلان داشتن، غافس داشتن. بنابراین تراشیدن نادرست است. بله، اختلاف بین پست کردن و بین بلند ماندن. بله، بلندم اونم به لب ندراید، به لب نرسد. اگر مثلا لبی مویلبی انسان غفص باشد و مویهاش بلند باشد اجازت هست، ولی به لب نرسد. مقدارش همین تا لب هست و لب نرسد. بله. اما ماشینکه نالش میگون ای چی ای اسطوره کمتر بلند است، همون اجازت هست؟ میشد، یعنی میشد، لیکن اینقدر به سنت نزدیک نیست. و به هر حال اجازت، یعنی که تراشیدن معنی است. پیامبر صلی الله علیه و تراشیدن امر نکردن. پیامبر صلی الله علیه و به پست کردن مویهای بدن آدم به 5 گروه تقسیم میشد. یک گروه شریعت امر کرد به تراشیدن، موی زیری بغل، موی زیری ناف است، اطراف عورت، امر به تراشیدن با تیغ. یک قسمتش رو به کندن امر کرد، موی زیری بغل است، شریعت به کندن امر کرد. یک قسمش رو به قیچی زدن که آن مویلب است. یک قسم دیگرش این ریش هست و که به ترک کن گفت شریعت. یک قسم دیگرش یا برابر تراشیده میشد یا برابر گذاشته میشد، ترک کرده میشد، یا برابر پست کرده میشد، قیچی زده میشد. یعنی موی سر این خیلی جایز نیست که یک طرفش با ماشینکه تراشید، یک طرفش مانید، یک طرفش بلند کنید، یک طرفش پست کنید. قزع میگن، این نادرست است. یا یک خیل پست میکنید یا یک خیل میمونید همیشه نمیرسید، یا یک خیل همیشه میتراشید. فهمیدید؟ و بعضی مویه های هست که شریعت گپ نزد، مویه های پا، مویه های بدن، شریعت هیچی نگفت، نه تراش گفت، نه مان گفت، نه کن گفت. هر چیزی که شریعت هیچی نگفت این از فراموش خاطری نه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سکت عن اشیاء غیر نسیانی. الله تعالی بعضی چیزا رو سکوت کرد، نگفت، هیچی نگفت، یعنی از فراموشی نه. همین خیلی یعنی حالا مباح است. رفت اگر یک آدم ضرورت پیدا کندم، نکندم یا تراشدم یا روانیدم به موادهای نو برآمد، اجازت از ماندم خوب است، هیچ گپی نداره. این چیز به شریعت هیچی نگفت. بله.